سلام دوستای خوبم. از من خواسته بودین که طرز تهیه سالاد اختاپوس رو براتون بذارم. اما مواد لازم: یه لیمو، 4 تا سیب زمینی آبپز، میبینین کوچولو هم دیگه، اندازه کف دست، هرچند دستای من دستای بزرگه. 3 حبه سیر، حالا 2 حبه هم میتونید بریزید، چون همسر من خیلی دوست دارم، من 3 حبه میزنم. این همین آب اختاپوسه که مونده تو زمان آبپزیش که قبلا تو ویدیو قبلی توضیح دادم. اینم خانمی آقای اختاپوسن که هم تو آبپز شدن. اینم میبینین که این باد کشکی هست که میچسبه این ور. این قسمت یه تیکه از کلشه و جعفری خرد شده، من یخ زده است، روغن زیتون و فلفل سیاه. خب الان چی کار میکنیم؟ اولین کاری که انجام میدیم، من تو این ظرف میذارم که مثلا ببره سر کارش. ببینین چقدر روغن زیتون، دیدید؟ پس این روغن زیتون میذارم اینجا. این سیرا رو له میکنیم و توش میریزیم. من چون زورم نمیرسه سختی انجام میدم این کارو. سیرم رو له میکنم، دو نصف میکنم و اینطوری داخل روغن. تیکه بعدی رفت نصف کنیم، چون خیلی درشته این سیر، واقعا زور آدم نمیرسه. با اجازه من میذارم اینجا فشار نهایی و تیکه بعدی. اوکی، دیدید؟ به این ترتیب این سیرم دیگه اینطوری له شد. جعفری، دیدید دیگه جعفری همون چطوری هم یخ زده، سختی در میاد. دیدید روغن این فلفل سیاه. بچه من لیمو گذاشتم، اما چون همسر من دوست نداره چیز ترش نمیریزم، اما تو دستورش نصف لیموه. دیدید؟ بعد میایم این اختاپوس رو یه تیکه از سیرم مونده، اما خب دیگه ولش کنیم، نگیم بهشون، چون دستگاهش انداختم تو آب. اینا رو میبینین چطوری خرد میکنم، میذارم کنار هم. ببینین چقدر راحت نرمه. حتی اگه بخوام جلو دوربین بکنم، دیدید شکل، دیدید به این اندازه بند انگشتی. میبینید اینجاش چه کش میاد، حالت ژلاتینی داره. بعد در حد 1 سانت، اگه خیلی درشتر شد نیم سانت. خب اینطوری اول اینو خرد کنم. و بعد دیگه رو ببینین گوشتش چطوریه. این زیر کلن ژلاتینه، میبینین ژلاتینیه. من یک کره هم میکنم. اینو خوب قاطی کنید.
میبینین حالت اینطوری داره. خب چون میبینم خیلی خشکه، یه ذره از آب خودش میزنم اینطوری. چرا؟ چون الان سیب زمینی های آبپز داره. میبینی حالت ژلاتینی گرفت، نمیدونم میبینید یا نه. میایم تیکه های اختاپوس رو میزنیم توش، یا هشت با سیب زمینی ها رو یه نصف میکنم. چون سالاده یادتون باشه که خیلی نبایستی خرد بشه، در حد ببینین اندازه هاشو حتی بند انگشتی هم. خب بریزید توش. نمک نمیزنید چون محصولات دریایی تو آب شورن. این برای آب شوره، در نتیجه خودش شوری داره و نباید شما شورترش کنید. حتی ماهی های آب شور رو بخورید نیازی به نمک زدن بهش نیست دیگه، همشون شورن. خب تو ایران فکر کنم جنوب ایران آب شوره، شمال که دریای خزر باشه نمیدونم، فکر نمی کنم این همه شور باشه. اما اینجا واقعا آب شوره، نه شوریش رو حس میکنید شما. بعد میایم هم میزنیم. او خدا کثیف کاری نکنم، من دارم جلو دوربین انجام میدم، سخته چونم چنگاله داخل سیب زمینی ها وارد میشه. این سیب زمینی هم چون دیگه نشستن به هم میچسبن. بر همین من همیشه وقتی که آشپزی میکنم معمولا دستکش دستم میکنم، چون هم ناخنم بلنده، خودم چندشم میشه کلا. یعنی سیب زمینی هم جدا، چون روغن داره نمیچسبن به هم. شما فقط سعی کنین که جدا کنین. و این شد سالاد اختاپوس ما. درشو میذارم فردا ظهر انشاءالله نوش جان کنن. الان بعد از ظهر که من اینو درست کردم درشو میبندیم میذاریم تو یخچال. زورم نمیرسه. تا ویدیوی بعدی و سالاد دیگه، خدا نگهدار.